سلام عشقای من، خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با آموزش جدیدمون. قراره بهتون آموزش بدیم که چطوری وبسایت تقریبا متوسط رو با استفاده از برنامه وب کد و تلگرام و گوشی موبایلمون بسازیم. خب وارد برنامه تلگراممون میشیم که اکثر شما کاربران محترم از این برنامه استفاده میکنید. خب وارد برنامه تلگراممون میشیم و این کانال تلگرام ما هستش که امروز تازه این کانال ساختیم و امیدواریم با عضو شدن شما دوستان عزیز بتونیم پیشرفت‌های متنوع و بیشتری داشته باشیم. خب این لینک کانالمون هستش که داخل کپشن حتما میذارم. خب این اولین کد ساخت وبسایتمون هستش. این کد رو کپی میکنیم و وارد برنامه وب کدمون میشیم که این برنامه رو میتونید از داخل مایکت یا هر چیز دیگه ای دانلود کنید. خب روی این گزینه کلیک میکنیم و روی اولین گزینه اینجا کلیک میکنیم و روی HTML فایل کلیک میکنیم اینجا. خب از اینجا گفته اسم وبسایت رو. خب اینجا اسم وبسایت خودمون رو مثلا میخوای داخل فایل خودتون مثلا میخواید ذخیره کنید که بعد از اون داخل هاست خودتون قرار بدید، میتونید اینجا مثلا براش اسم رو انتخاب کنید. خب من الان مثلا میذارم وبسایت مثلا معرفی. خب حالا شما هر چیزی دوست دارید و روی گزینه پایین ترش کلیک میکنید و حالا هر مسیری که دلتون میخواد رو انتخاب کنید. من حالا اندروید انتخاب میکنم که دوست دارم حالا مثلا اینجا کپی بشه و روی این کلیک میکنید تا این صفحه براتون. خب توسط خود این برنامه نوشته شده که خروجیش حالا مثلا بهتون نمایش داده میشه. خب ما با این کاری نداریم، اینو خب میکنیم و کدی که اونجا کپی کرده بودیم رو اینجا میذاریم. خب میبینید که کدی که کپی کردیم اینجا به درستی نمایش داده شده و روی گزینه این که معمولا بهش میگن ران کردن میزنیم خروجی وبسایتمون رو بهمون نشون میده. خب اینجا حالا بهمون بخشای مختلفی داره. خب اینجا مثلا سلام، من مثلا اسم خودتون رو میذارید و اینجا گزینه هایی مثلا هست مثل تماس با من و پروژه ها و درباره من. خب از اینجا میتونید این نگاه کنید، از این قسمت ها میتونید وبسایت خودتون رو تغییر بدید. خب سلام، من مثلا نام شما من اینجا مثلا میذارم به فرض مثال میذارم مثلا الکس. خب وقتی خروجی رو بزنیم اینجا نمایش داده میشه. خب دوستان، خب متن درباره خود، حالا مثلا اینجا گفته درباره من و پایین ترش نوشته که متن درباره خودتون بنویسید. خب حالا مثلا من یک برنامه نویس هستم. خب وقتی که بزنید روی خروجی این برای شما نمایش داده میشه و قسمت های دیگه پروژه ها و تماس با ما، ایمیل و تلفن خودتون رو میتونید اینجا بذارید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.